49 ساله با توده ناحیه تمپورال چپ، ناحیه اینسولا که درگیری ناحیه بروکا و ورنیکه داشت که میتونست در زمینه جراحی خدای نکرده اختلال تو تکلم، اختلال توی شنوایی و تفسیر مسائلی که میشنوه و اختلال در حرکات سمت راستش داشته باشه، چون دقیقا نزدیک موتور کورتکس ایشون بود. الان استاد مشکلی داری عزیزم؟ میتونی صحبت کنی؟ دست و پای راست تو اینا رو حرکت بده. خب بلند شو رئیس، را برو. مشکلی که نداریم، روز 6 بعد از جراحی و مشکلی هم نداریم.